سه تا از بدترین استراتژی ها در مسیر کاهش وزن. استراتژی شماره 1، کاهش بیش از حد و شدید کالری. با این استراتژی اشتباه شما علاوه بر چربی سوزی، توده عضلانی بدن خودتون رو هم از دست میدید و در کوتاه مدت و بلند مدت دچار مشکلات شدید سلامتی هم خواهید شد. و اما استراتژی شماره 2، وابستگی کامل به مکمل‌ها و قرص‌های رژیمی. قرص‌ها و مکمل‌های رژیمی معمولاً اثرات مقطعی دارن، به این صورت که وقتی شما این قرص‌ها و مکمل‌ها رو قطع بکنین دوباره امکانش هست که به وضعیت قبلی خودتون برگردین. همچنین اکثر این مکمل‌های رژیمی ممکن هستش که در کوتاه مدت و بلند مدت باعث ایجاد عوارض ناخواسته در اندام‌های مختلف بدن بشه. و اما استراتژی آخر، تمرکز مطلق بر اجرای ورزش‌های هوازی. درسته که ورزش‌های هوازی چربی سوزی خیلی خوبی دارن، اما با نادیده گرفتن ورزش‌های قدرتی شما به مرور با تحلیل عضلانی مواجه میشین و همین عامل میتونه باعث استوب وزنی در مسیر کاهش وزن بشه. اگه شما هم تو یکی از این استراتژی‌ها گیر کردین و وزنتون پایین نمیاد، عدد 3 رو واسمون کامنت بکنین تا راهکارش واسهتون ارسال بشه.